الان بچه ها میخوایم پس سیمپل رو تو 5 دقیقه یاد بگیریم. اینو بدون با دید این auxiliary verb پسته. با دید question فرمو منفیشو میتونیم بسازیم. Did you do something؟ تو این کار رو کردی؟ و I didn't do something. این کار رو نکردم. پس منفی و سوالیش با دید ساخته میشه. فرم مثبتش خیلی ساده است. سابجکت رو میاری، فعل تو به صورت پس میاری که برای irregular verba دی و ایدی میگیره و برای irregular verba فرم شکلشون عوض میشه که اینو راحت گوگل کنی همه ورب ها رو میبینی. خب حالا بیا اینجا تو جدول بهت بگم چیه. I work in a restaurant، یعنی من قبلا توی رستوران کار میکردم. ورکو ببین یه ایدی بهش داده، پس شد گذشته ساده. مثلا من تو رستوران کار نمیکردم، بهت گفتم چجوری ساخته میشه. I didn't work in a restaurant. راجع به دید فقط باید یه چیزی یاد بگیرید، چون اکسیلری وربیه فعل بعدش به صورت ساده میاد. یعنی تو جمله مثبت رو که میخوای بذاری توی منفی، توی گذشته شکلش رو عوض میکنی، ولی توی جمله منفی وقتی که دید میاری این یعنی علامت گذشته. پس بعد دید فعلت باید به صورت ساده بیاد. مثلا حالا question form چیه؟ چون دید داریم پس دوباره فرمش ساده است. Did you work in a restaurant؟ تو رستوران کار میکردی؟ تموم شد و رفت. پس راجع به اینجا فقط یه جمله مثبت یاد گرفتیم که اگه فعلت ریگولار باشه سابجکت میاد، فعلت یا دی یا ایدی یا آی ایدی میگیره که بعد یه مدتی تو حفظ میکنی همه اینا رو. یه سری کاندیشنز داره ولی تو حفظ میکنی اینا رو که اگه گوگل کنی همه رو میتونی ببینی. فرم سوالیش با did you do something میشه و فعلت به صورت ساده میاد بعد دید. فرم منفیش هم با didn't میشه. That's it. Easy peasy. فقط بیا irregular verb ها رو ببین که باید حفظ کنی. I went out. went میشه گذشته go. حالا میخوام بگم که تو دیروز بیرون رفتی، با دید باید بیارم دیگه سوالیشو و گفتیم بعد دید همیشه فعلت به صورت ساده است. Did you go out؟ تو بیرون رفتی دیگه went نیاوردم. دید و went با هم اشتباس. حالا میخوام منفیش کنم، دوباره فعل به صورت ساده میه. I didn't go out. That's it. irregular verb پارم فرم پس سیمپلش اگه گوگل کنی همه رو پیدا میکنی. حالا میگیم پس سیمپل رو کی استفاده میکنیم؟ برای اکشنی که در گذشته بوده و در گذشته هم تموم شده. That's it. یعنی یک سوالی راجع به گذشته داریم پرسید. For example, I wasn't very happy. Not I didn't be happy. حالا این اصلا راجع به افعال to be صحبت میکنه. افعال to be به گذشته میشن was و were. افعال to be چیه؟ اما is و are. حالا میخوای بگی من خوشحال نبودم، میشه I wasn't very happy. بیا همون شرایط ایدی و دی و آی ایدی رو بهت بگم. یه سری رول داره ولی خب من ترجیح میدم حفظ کنم. یعنی ترجیح دادم حفظ کنم. میگه وربایی که با هیچ اند نمیشن، مثل ای و وای و اینها، مثل استارت که به یه تی ختم شده یه ایدی میگیرن، مثلا میشه استارتد. حالا وربایی که به ای ختم میشن دیگه ایدی بهش نمیدی، فقط یه دی میدی، مثل لیو میشه لیفد. وربایی که به آی ختم میشن میشه به وای میشه وای پلاس آی پلاس ای دی. For example marry شده married. متوجه شدی؟ وای دیگه نمیذاره، اینجا آیدی رو گذاشته. and این constant vowel constant ها میشه double the constant plus ed. constant vowel constant ها یعنی مثل این. ببین این t o and p. این o واول t و p کانستانته. اومده p رو دو بار، مثل شاپ پی رو دو بار تکرار میکنه و یه ایدی بهش میده. That's it. طبق اینا حفظ نکن. After a while حفظ میشی. صفحه 127 کتاب اسپیک اوت تو ببینی همه وربای ریگولار و ایرگولار هست. ممنون میشه این ویدیو رو لایک کنی برای هر کسی که میخواد پس سیمپل رو خیلی سریع یاد بگیره. And comment یادت نره. See you next session. Bye bye.